کدام امور سبب هزل به دین میشن؟ اینال به شعائر اسلامی که است چی است که هزل گاهی به شکل لفظی میشه. به شکل لفظی چه قسم است؟ یک نفر تحقیر و توهین میکنه به مقدسات و معتقدات، تحقیر میکنه، توهین میکنه، فکایی میگه سر معتقدات، انتقاد و استهزاء بالای احکام دین میکنه. این هزل میگه. گاهی هزل به شکل تصویری میشه، رسامی میکنه، چهره پیغمبر کارتون جور میکنه، برش سرش خند میزنه. گاهی به شکل تمثیل میشه، میخیزه در فیلم کار میکنه یا خودش حرکات رو میکنه که در او چی است؟ استهزاء و هزل است. ببینین این خوب یک آیت قرآن میگه. یک آیت قرآن شما خوب دقیق متوجه شوین. امام طبری میگه یک آیت قرآن از شان نزولش میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا چی کردن؟ از کدام غزوه آمده بودن؟ صحابه عادت داشتن وقتی از یک غزوه می آمدن یک جایی که استراحت میکردن، وقت می بود، قرآن تلاوت میکردن، نماز میخواندن، ذکر میکردن، تلاوت میکردن. میگه یک کسی بود در بین صحابه خود زدن مثل ابلیس، در بین صف صحابه قرار ششتاخن مخ مسلمان هستن. ایبا در حالی که منافق است، ظاهرا چی میکنه، اما میگه من مسلمان هستم، کلمه خواندم. آل این شخص کلمه خواند، مسلمان شد و در بین مسلمان ها ششتن. اینجا می سال میکنه که صحابه کلشون اونجا قرآن میخوانن. نزدیک از این شخص عوف ابن مالک رضی الله عنه ششتن. برازو چی میگن؟ ای عوف، تو سعی که قاری های قرآن میبینی؟ اونم ازش از قاری های قرآن کسایی که قرآن تلاوت میکنن. ما شما قاری کسی نمیگیم که او حافظ باشه یا نابینا باشه، در حالی که اصلا هر کسی که قرائت میکنه قرآن او قارئ گفته میشه در زبان عربی. اسم فاعل است قارئ، یعنی قرائت کننده، تلاوت کننده. میگی کسا رو میبینی کسایی که اینجا میخوان؟ میگه از همه ما یا نفسانی تر هستن، بسیار یا نفسانی هستن، بسیار دروغگو هستن و در میدان جنگ هم بسیار ترسو هستن. سه کلمه خطرناکه برای پیغمبر و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میکنن؟ استعمال میکنن. بسیار نفسانی هستن، بسیار دروغگو هستن و بسیار در میدان جهاد ترسو هستن. این اصطلاحات، این کلمات که استعمال میکنن، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه گپای زیر میشنوه. او برش میگه که دروغ گفتی، تو منافق است. این گپه تو چطور به پیغمبر و اصحاب پیغمبر توهین میکنی؟ تو منافق هستی. من این سخن تو را میرم در رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسانم، منتظر باش. عوف رضی الله عنه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میره. اینجا میره که او را خبر بده که این چیه گپ زدن. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که یعنی تا که عبدالرحمن ابن عوف میره یا عوف رضی الله عنه میره به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم که باش این خوین تو گپ ازت، من برم به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر بدم که اینی جملات استعمال کرده، حکمش چی است. عبدالرحمن خبرش گفت که تو منافق هستی، تو گپ میزنی. عوف رضی الله عنه میخواد بره از پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برسانم گپ. پیش از اینکه برسه وقت جبریل امین ملک وحی رسیده پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. و میگه عبدالله ابن عمر میگه من دیدم که امین منافق وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم خواسته شه نبرش گفتم که تو درباره این آیت قرآن نازل شد. کدام آیت قرآن نازل شده درباره این؟ ولا ان سألتهم، اگر از این مردم ها پرسان کنی، این کسایی که فکایی میگن و تصویر میکشن و تمثیل میکنن، سر معتقدات توهین میکنن، میگه از اینا اگر پرسان کنی لا یقولون، نمیگوین که انما كنا نخوض و نلعب، ما خوشگذرانی میکردیم، ما ساعت تیری میکردیم،
ببینید یک مذاق میکردیم. قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بر از اینا بگو شما به الله و رسول الله و به آیات الله شما استهزاء و رشخندی و مسخرگی میکنین. لا تعتذروا، عذر نکنین. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان چی شدین؟ کافر شدین. ای آیت مبارک است. ای در سوره توبه آیت 65 و 66 شما بخوانید. ای آیت اینال عبدالله عمر رضی الله عنه چی میگه؟ میگه من به طرف آن منافق دیدم که خود را در کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و آله آویزان کرده بود و سنگریزه ها در زیر قدمهایش بر زمین میخوردند. رسول الله صلی الله علیه و آله سر شتر سوار است. این از این کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و آله خدا گرفته کش کرده خدا میره تا پایش هم تو کشال شده. سنگریزه ها و جغلات در زیر پایش چی شده میره؟ اما تو در حرکت هستن و چیغ زده میره که انما کنا نخوض و نلعب. ای رسول الله صلی الله علیه و آله ما خب مستی میکردیم، مذاق میکردیم، ساتیری میکردیم، خوشگذرانی میکردیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای شتر برش میگفت که اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، آل عذر نبیارید، قد کفرتم بعد ایمانکم. این حال بعضی اوقات شما بعضی کسا را وقتی که آیات قرآن برشان بخوانید با زنات استدلال میکنن. او برادر این آیات خود درباره کفار نازل شدن، این خود درباره مشرکین نازل شدن، ما خو مسلمان هستیم. حالا اینجا شما این آیات دقیق ببینید که این آیات قرآن درباره کی نازل شده؟ درباره کسی که ادعای ایمان میکنه ولی استهزاء میکنه. آیات قرآن چی میگه؟ قد کفرتم بعد ایمانکم. ببینید یعنی بعضی کسات فکر میکنه وقتی که من مسلمان باشم هر کاری که کردم این به من ارتباط نداره. اگر به بت سجده کردم، اگر به قبر سجده کردم، اگر دشنام دادم، اگر چی کردم، یا درباره کفار نیست، درباره کسایی هستن که مثل ما و تو میگه من مؤمن هستم ولی این با سبب بیادبیش چی میشه؟ کافر و بیدین میشه.